وزارت تندرستی تاجیکستان شام 12 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری امگی 9 حالت نوی سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 11 نفر از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه کسی نفرفتیده است. در مجموع از اول بقیدگیری پاندمی تا شام 12 سپتامبر در کشور 17084 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانه ذکر گردیده 16948 نفر شفا یافته، 124 نفر متاسفانه فوتیدند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام 12 سپتامبر در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان همگی 12 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. اخیراً کارشناسان سازمان عمومی جهانی تندرستی ماریا وان کرکهوف گفت دنیا از روی پنجشنبه کرونا ویروس به ساحت رسیده است، اما در منطقه ها حالتهای مختلف مشاهده می شوند. تحت مفهوم رسیدن به ساحت تکرارشوی شماره سرایت‌های نو فهمیده می شود، یعنی شماره سرایت‌های نو مدت طولانی به تغییر باقی میماند و پس آن کاهش می‌یابد. پروفسور کافدرای میکروبیولوژی، ایمونولوژی و ویروسولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا ستاروف به خبرگزاری خبر گفته است تاجیکستان از روی پنجشنبه کرونا ویروس هنوز 20 آگوست به سطح ساحت رسیده بود و آن اول ماه سپتامبر به آخر رسید. موافق حساب‌های من حالت پنجشنبه کرونا ویروس در جمهوری معتدل بوده رو به کاهش است. این را میتوان نتیجه خوب ارزیابی نمود. تا این دم آمار پیوسته رو به افزایش بود. هر روز تقریباً از 40 تا 46 گرفتاران این بیماری به قید گرفته میشد. از اول ماه سپتامبر این شماره کاهش یافت. در روزهای اول ماه سپتامبر الکی از 20 تا 29 نفر گرفتاران به کرونا ویروس به قید گرفته میشدند و حالا آن خیلی کمتر است، گفته است پروفسور ستاروف. طبق پیشگویی‌های سیدبک ستاروف من بعد شماره گرفتاران باید کاهش یابد، اما منتقدان به آمار رسمی وزارت تندرستی در بابت کرونا ویروس با نظر شبهه نگاه میکنند. آنها میگویند هرچند وسعت و دامن این بیماری در جمهوری خیلی کاهش یافته است، ولی باز هم نه به حدی که وزارت تندرستی تصویر میکند.